خب سلام دوستان عزیز، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که شب دیگر در خدمت شما عزیزان هستم با لایو دیگر. امیدوارم که مطالب گفته شده در این لایو براتون مفید باشه. کمی صبر میکنین تمام عزیزان بیان. قبل از اینکه لایو رو شروع کنم، همانند لایو های قبل از چالش، قبل از شروع لایو یک کتابی که خودم خوندم و تو زندگی من تاثیرگذار بوده رو بهتون معرفی میکنم. قطعا میتونه به شما هم کمک بکنه و کتاب تاثیرگذاری خواهد بود. اسم این کتاب نزدیکش بیارم، کتاب آن یک چیزه. این کتاب خیلی کتاب ساده ایه و شاید تو ذهن خیلی از انسان ها کتاب بی اهمیتی تلقی بشه، اما فوق العاده مهمه. چرا فوق العاده مهمه؟ این کتاب میگه که ما اگر بخوایم توی زندگی موفق بشیم، هم تو بعد شخصی، حالا هم تو فیلد خودمون که بحث تناسب اندامه، هم تو بعد تناسب اندام، باید اولویت داشته باشیم، نه اولویت ها. یعنی چی؟ یعنی ما باید اهدافمون رو محدود کنیم. به جای که بیایم همه کارها رو انجام بدیم، درگیر انجام خیلی از کارها بشیم، خیلی از کارهای کوچک و نیمه رو انجام بدیم، بیایم هدف گذاری درست انجام بدیم. یه هدف 4 ساله، یه هدف 5 ساله، هر سالی که خودتون میدونید، براش بذارین، برای آن چیزی که دوستش دارین، برای آن چیزی که ارزششو داره عمرتون رو بذارین. هدف گذاری کنین، ازش محافظت کنین، براش تلاش کنین، به روز باشین و مطمئن باشین توی آن یک چیز میتوانید در دنیا بهترین باشین. اما اگر بیاین چندین کار مختلف رو انجام بدیم، برای مثال بگیم من میخوام بیزینس کنم، من میخوام این کار رو کنم، من میخوام تو چند تا فیلد بیزینس کنم، میخوام همزمان ورزشکار موفقی هم باشم، میخوام این کار رو انجام بدم، میخوام زبانم بخونم، میخوام این کارو بکنم. اگه بیام کارهای زیادی رو برای خودم بچینم، شما به مرور زمان نه تنها موفقیت کسب نمی‌کنین، بلکه دچار سردرگمی‌هایی میشین که میتونه شما رو به شکست منجر کنه. تو بحث تناسب اندام همینه. علت این که ما خیلیامون تو تناسب اندام ورزش قهرمانی شکست میخوریم به خاطر اینکه همش از این شاخه به اون شاخه میپریم. به جای که بیایم فوکس کنیم روی هدفمون، بیایم تمرکز کنیم که چی میخوایم، اصلا برای چی داریم رژیم میگیریم، هدفمون چیه، میخوایم 2 سال دیگه به کجا برسیم، میخوایم 4 سال دیگه به کجا برسیم، همش هیجانی تصمیم میگیریم. به خاطر همینه که 2 ماه رژیم میگیریم، ولش میکنیم، 2 ماه ورزش میکنیم، رهاش میکنیم، میگیم مربیم خوب نبوده، باشگاه خوب نبوده، باشگاه تو عوض میکنیم، باز سناریو تغییر نمیکنه، مربی تو عوض میکنه، باز هیچ چیز تغییر نمیکنه. میگیم اگر برم فلان کشور میتونم یک ورزشکار بهتر بشم، یا مثلا اگر فلان لوکیشن باشم میتونم عملکرد بهتری داشته باشم، در حالی که شما همون آدمید و هیچ تغییری هم نمیکنید. خب خواستم پس فقط این کتاب معرفی کنم که بخونید و بهتون کلی دیتای خوب میده. برای نشر آموخته هم هست، نویسندگانش هم هست گلی کلر و جای پاپاسان و نزدیک هم آوردم که میتونین لایو سیو میشه، میتونین داشته باشید. خب من کامنت ها رو میبندم و لایو رو شروع میکنم. خب دوستان، حجم سوالات بسیار زیاد بود و خب خیلی از سوالات با هم اوورلپ هم دارن دیگه، یعنی خیلی مشترکن و تو بین همه این سوالات 5 تا سوال هست که میتونه حالا جامعیت داشته باشه و خیلی از سوالات رو در بر بگیره رو من انتخاب کردم. حالا سعی میکنم لایوهای پرسش پاسخ رو بیشتر برگزار بکنیم که راجع به تمام مسائل، مخصوصا مکمل ها خیلی سوال داشتیم، مخصوصا بحث ورزش، پروتکل تمرینی، راجع به تمام مباحث بتونیم با هم صحبت بکنیم و این سری اطلاعات رو باهاتون من شیر کنم. خب اولین سوال، ما راجع به 5 تا سوال امشب صحبت میکنم و به اونها جواب میدم. اولش این که ما چگونه اشتها و ولع به خوردن شیرینی رو خودمون کنترل کنیم و کم کنیم، چون این موضوع خیلی مهمیه و علت شکست خیلی از افراد تو تناسب اندام همین موضوع میتونه باشه. سوال دومی که ما از چه نوع فستینگی بهتر استفاده کنیم، این هم موضوع خیلی مهمه که بعد راجعش صحبت بکنیم. سوال سومی که در طول مسیر کاهش وزن چگونه ارادهمون رو افزایش بدیم، یعنی دچار حالا هر مشکلی نشیم، ارادهمون تضعیف نشه و بتونیم تو مسیری که برای خودمون تعریف کردیم بمونیم. سوال چهارم، اگر دچار استرس وزنی شدیم یا اینکه برای مدت زمانی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه وزنمون تغییر نکرد و آدمی هستیم که خیلی مانیتورینگ وزن برامون مهمه، اگر تغییر نکرد چه کار کنیم که دوباره کاهش وزن داشته باشیم، به اون وزن دلخواهمون برسیم. و سوال آخر،
آیا رژیم کتوژنیک رژیم اصولی و سالمیه؟ اینم خیلی فکر کنم مثلا بالا 100 تا سوالی بود که رژیم کتوژنیک رو بگیریم سالم اصولی، چون انقدر حجم اطلاعات متاسفانه توی فضای مجازی زیاده، این سردرگمی ایجاد میشه دیگه. این کتاب برای همین گفتم که اگر شما آن یک چیز رو بدونید و برای خودتون فقط تارگت این باشه که به تناسب اندام برسید، انقدر درگیر این مسیر اون مسیر این مسیر نمیشین. بدنتون میشناسی، یک سری اصول رو میشناسی و اونا رو تکرار میکنی. در اصل اون تکراره که تو میتونی به اون هدفت برسی، وگرنه تمام این مباحثی که چگونه اراده‌مو دست بدم، چگونه بلع شیرینی پیدا کنم، چگونه استرسمو کاهش پیدا کنم و همه اینها نصیبت میشه و نمیتونی توی این مسیر بری جلو. خب ببینید، برای پاسخ به سوال اول که ما چگونه اشتهامون رو کنترل کنیم و یا چگونه ولع به شیرینی‌جات توی بدنمون کنترل کنیم، از چند زاویه میشه به موضوع بررسی نگاه کرد. من تمامش رو میگم ببینین که کدومش به شما برمیخوره. اگر شما کسی هستین که ولع به شیرینی داره، اشتهاش خیلی جدیداً بیشتر شده، ببینید که این مباحثی که من میگم کدومش به زندگی کنونی شما نزدیک تره و قطعاً راهکاراش هم راجعش صحبت میکنیم و شما میتونید اینا رو انجام بدید. ببینید، مغز ما یه سیستمی داره، یک سیستم پاداشدهی داره که وقتی ما برای مثال کارهای بیش از اندازه انجام میدیم، کار خوب انجام میدیم یا ناراحت هستیم، خوشحال هستیم، مغز ما به دنبال پاداشه. این سیستم پاداشدهی برخش برمیگرده به غذا. یعنی ما با غذا خوردن واقعا حس لذت جویانه داریم. برخی از این حسا هم از کودکی برمیگرده. یعنی وقتی ما کودک هستیم، نوزاد هستیم، هر چیزی که میخوریم در زمان خوشحالی، وقتی گریه میکنیم، وقتی شادیم، وقتی هر چیزهای سرگرم بشیم، چیزهایی که میخوریم در ذهنمون خیلی کدگذاری میشه. برای مثال کسایی که خیلی ولع به مصرف شیرینی‌جات دارن، از زمانهای کودکی هم مصرف شیرینی و چیزهایی که طعم شیرین داره رو زیادتر مصرف میکنن. بر همین این کدینگ اتفاق افتاده. بعد الان که مثلا وارد سن مثلا 15 20 30 40 شدن، این کدینگ هست و برای همین وقتی شیرینی میخورن حس آرامش دارن، حس لذت دارن، میگن آخیش آروم شدم و چه اتفاقاتی براشون میفته. توی میزان کم، این وقتی ما بدنمون مثلا فرض کن اصلا هیچ ولعی به شیرینی‌جات نداریم، رفتی توی مهمونی باش به شما مثلا حتی کیک تولد تعارف کردن و کیک تولد رو میخوری، لذت میبری و تموم میشه. فرداش دیگه ولعی به شیرینی نداری، پس فردا یا هفته دو هفته بعد اصلا به شیرینی فکر نمی‌کنی. اگر شرایطتون به این شکله، خوردن یک بار دو بار شیرینی‌جات در هفته هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی‌کنه. نه باش چاق میشی، نه باش اتفاق میفته، نه سلامتی رو به خطر میندازه، اتفاق نمیفته. اما اتفاق بعد از اونجا شروع میشه که شما اعتیاد پیدا می‌کنی مصرف شیرینی‌جات یا کنترل در برابر غذا خوردن از دست میره و شما درگیر رفتارهای غذایی اشتباه میشین. برای مثال الان گرسنه‌ام نیست، اصلا من احساس گرسنگی ندارم، پس چی میشه که یهو بلند میشم چای میریزم، با چای خرما میخورم یا مثلا شیرینی میخورم، یا مثلا گرسنه‌ام نیست میتونم به راحتی بخوابم و هیچ مشکلی برام پیش نمیاد، ولی یهو میشینم مثلا تخمه میخورم یا مثلا یهو پیتزا سفارش میدم میخورم. این چی میگم؟ این بعضی از کارها رفتارهای ما تحت کنترل ما نیست. حالا ما راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم، چه کارهایی رو انجام بدیم که این ولع به شیرینی و اشتهای بیاد تحت کنترل ما، چون جفتش تحت کنترل هورمون هاست. اگر هورمون‌ها درست کار نکنن شما درگیر پرخوری میشین، یا خیلی ها هستن وقتی دچار پرخوری عصبی میشن اصلا احساس سیری ندارن دیگه. اگر براشون یک دیس برنج و یک دیس خورش مثلا بریزی روش با که برمیشن دسر و میوه و همه چی، همه رو میخورن، مثل جارو برقی تموم میکنن، هیچ چیزی روی میز نمیمونه. بعدم بپرسن ازش آیا سیر شدی یا نه، فکر میکنه میگه نه سیری، یعنی مثلا سیر نشدم. یعنی اون شخص تو اون لحظه اینقدر درگیر پرخوری عصبیه، داره با این کار بدنش یک پاسخ یا یک ریزالتی داره تجربه میکنه. پس ما به دنبال اصلاح این رفتارهاییم، چون اگر نتونی اینا رو اصلاح بکنی، حالا اینجا هم سلامتیت به خطر میفته، هم نمیتونی به اون چربی سوزی و عضله ساز ایدئال دست پیدا بکنی. چون خیلی هم میگن اینکه ما شیرینی میخوریم، خیلی مصرف گلوکوز داریم، چه ربطی به عضله سازی داره؟ جالب بدونید مصرف زیاد کربوهیدرات به ویژه اسپایک های گلوکوز و نتیجهش که میشه مقاومت به انسولین، میتونه حتی روند عضله سازی شما هم کند کنه.
چون ما برای ورود مثلا حتی اسیدهای آمینه، ورود درست گلوکوز به سلول و همه اینها به حساسیت بالای سلول به انسولین نیاز داریم. پس در نتیجه اگه ما دچار مقاومت به انسولین بشیم، ریت عضله سازیمون هم میاد پایین. اینم باید بدونیم. خب چه کار باید بکنیم؟ من یه 6 7 راهکار براتون آوردم، راجعش صحبت میکنیم و میریم جلو. اولین عامل که خیلی توی اشتها و غذا خوردن زیاد ما و ولع شیرینی ما تاثیر داره، اسپایک های گلوکوز بیش از حده که با راجعش بارها صحبت کردیم. این که ما چند بار در روز میریم غذای کربوهیدراتی میخوریم، مثلا صبحمون رو با مصرف کربوهیدرات زیاد شروع میکنیم. مثلا کسی که دچار مقاومت به انسولین هستن، وقتی صبح که از خواب بلند میشن کربوهیدرات میخورن، دائم این گرسنگی تکرار میشه و دائم در طول روز بیحالن، انرژیشون کاملا سینوسیه. اما وقتی میان یک صبحونه انتخاب بهتری رو انتخاب میکنن، برای مثلا میان یک املت میخورن، یک تخم مرغ میخورن، یا املتی که میزان کارب کمی داره، یعنی کنارش نمیان خیلی کربوهیدرات بخورن، گلوکوز استیبل توی خونشون نگه میدارن، کمتر دچار پرخوری میشن، کمتر افت قند خون دارن، یا کمتر به ولع شیرینی میافتن. برای همین اگر شما یاد بگیرین که در طول روز میزان اسپایک گلوکوز کمتری داشته باشید، مطمئنا توانستید به مرور زمان اشتهاتون کنترل کنید، به مرور زمان ولع به خوردن شیرینی رو خدمتتون کاهش بدین، چون اینا دامینوواره. وقتی شما مثلا میای یه دونه خرما رو میخوری، یا مثلا یه دونه کیک مثلا رو میخوری، به واسطه اسپایک گلوکوز بعد 1 ساعت بعد انسولین ترشح میشه و قند خون شما رو میاره پایین. 2 ساعت بعد شما ضعف میکنی، میگی من گشنمم، من غذا میخوام، چون قند خود اومده پایین. یا میگه من دوباره شیرینی میخوام، من خرما میخوام، دوباره با چای میاد دوره یک خرما میخوری. ها خرما مثال میزنم، با مثلا میری یه چیز شیرین مصرف میکنی، باز دوباره گلوکوز اسپایک میکنه و بعد از اون دوباره انسولین میاد توی خونت و دوباره سطح قند خود میاد پایین. حالا هر چقدر پاسخ انسولین به گلوکوز، حالا این 2 مرحله‌ای داره که اینو من توی لایو درست راجع صحبت میکنم که بدونیم، چون پاسخ افراد فرق میکنه. اینکه مثلا من یه برنج میخورم بعدش خوابم میگیره، شما برنج میخورید خوابت نمیگیره، این برمیگرده پاسخ انسولین. کی انسولین ترشح میشه، چگونه ترشح میشه، بخش ژنتیکی و بخشش هم در اثر حالا ورزش و رژیم میتونه اصلاح بشه و درست بشه. یا اینکه مثلا ما چقدر درگیر مقاومت به انسولین هستیم، همینا میتونه تاثیرگذار باشه به اینکه ما چقدر گرسنه‌مون میشه در طول روز. خب پس اگر من یاد بگیرم در طول روز میزان کربوهیدراتمو درست و اصولی مصرف کنم و در جایی که مثلا چند بار در روز کربوهیدرات بخورم، مثلا 1 بار کربوهیدرات مصرف کنم و اسپایک گلوکوزم کمتر کنم، به مرور زمان هم اشتهام کنترل میشه و هم ولعم به شیرینی کمتر میشه. و وقتی که شما مثلا فرض کنید یک زندگی داشتی که مثلا هر روز کربوهیدرات می‌خوردی چند وعده و هر روز شیرینی و شکلات و اینا داشتی تو زندگی، وقتی وارد یک رژیم میشی که میخواد میزان کارب پایین داشته باشه، در به اصطلاح لو کارب باشه، کربش کم باشه، نمیخوام اسم براش بذاریم، میزان کربوهیدرات کمی مصرف بکنی یا مصرف شیرینی جادت کمتر بشه، ممکن در روزهای اول دچار سردرد بشی، دچار پاسخهای اعتیادگونه بشی، مثل یک معتادی که به یک چیزی اعتیاد داره، وقتی ازش اون دارو رو میگیرن یه مدتی اصلا سردرد داره، پرخاشگره، میخواد با هم دعوا کنه، داد میزنه و هزار تا این کارا انجام میده. وقتی مغز ما بدن ما به گلوکوز ادیکشن پیدا میکنه، هم اتفاق میفته. یعنی در واقع ما هم میایم دچار بیحالی میشیم، سردرد داریم، میگیم من میگرن گرفتم، هر چیزی که ایجاد میشه شما رو از این مسیر خارج کنه و دوباره بری به سمت خوردن شیرینیجات یا هر چیزی شیرینه. پس اگر 1 هفته دوام بیاری، تسلیم نشی و بتونی تو پوزیشن لو کارب بمونی، فقط لو کارب نمیخوام و راهکار دیگه هم راجعش صحبت میکنیم، و همین لو کارب بودنه کمک میکنه که بدن شما به تدریج یک متابولیک تغییر وضعیت متابولیکی برای شما ایجاد کنه و به جای اینکه خیلی وابسته به گلوکوز و کربوهیدرات باشه، سویچ کنه خودش رو به سمت چربی ها. تازه بدن شما یاد میگیره که از چربی ها استفاده بکنه، کم کم اشتهات کنترل میشه، کم کم ولع به شیرینی کم میشه و میتونی توی مسیر بمونی. پس اگر کسی هستی که داری خیلی کربوهیدرات میخوری و داری با هر بار هر نوشیدن داری چیز شیرین میخوری، بدون که یکی از علت اشتهای زیاد و پرخوری هایی که داری و ولع به شیرینی همین عامله. مورد دوم، ممکن بگی که من مصرف کربوهیدراتم کنترل شده است، رژیمم کنترل شده است، چی میشه که من بازم ولع به شیرین دارم؟ میریم خوابو بررسی میکنیم.
ببینین اگر ما خوابمون کیفیت خوبی نداشته باشه، یعنی هم تایمش، یعنی دیر بخوابیم، مثلا دیرتر از 12 بخوابیم، بخوابیم. مورد دوم، کیفیت خواب خوبی نداشته باشیم، خواب عمیق کمی رو تجربه بکنیم. و 3، مدت زمان خواب کمی داشته باشیم. برای مثلا کسی هستیم که مثلا شب 4 ساعت میخوابیم، 5 ساعت میخوابیم، ساعت 1 میخوابیم، بعد 5 6 بریم سر کار. بازه زمانی طول خوابمون هم کمه. هر سه تای این موارد میتونه روی هورمون‌های شما تاثیر بذاره. یعنی زمانی که ما به ترشح هورمون‌های اشتهاآور نیاز داریم، خوب کار نمیکنه، و زمانی که ما نیاز داریم که هورمون ضد اشتها کار بکنن، موقع خوب کار نمیکنه. در نتیجه اگر این سیکل اشتباه تکرار بشه، اصلا ما درگیر یک سندروم میشیم که میگن سندروم پرخوری شبانه. شما از غروب که به خونه میایم، خونه پرخوری تو شروع میشه تا لحظه‌ای که میخوایم بخوابیم. دو تا اتفاق بعدم براتون میفته. اولیش، یک، حجم کالری خیلی زیاده و غذاهای یک به اصطلاح کثیف وارد بدنتون میشه. چون معمولا اون زمان میخواین صحبت کنیم با دوستتون، مثلا چه میدونم میخواین حرف بزنید، فیلم ببینیم، معمولا انتخاب سالمی نخواهد بود. این چی میگم؟ کسایی که یک ریویو آرتیکل خیلی خوب منتشر شده گزارش کرده این مقاله که کسایی که معمولا دیر میخوابن رفتارهای غذایی اشتباه تری دارن نسبت به کسایی که زود میخوابن. این خیلی مهمه. یعنی کسی که دیر میخوابه به خاطر اون شب نشینی ها، به خاطر کاری که انجام میده، انتخاب‌های غذاییش خیلی ناسالم‌تر از کسی که زود میخوابه و زود بلند میشه و زندگیشو از زود شروع میکنه. این چی میگم؟ رفتارهای غذایی دیگه، ما بر اساس رفتارهای غذایی مونه که میتونیم در نهایت سالم زندگی کنیم، فیت بشیم، تو وجهمون عملکرد بهتری داشته باشیم. یعنی در واقع بخوام خلاصش کنم، یک، رفتارهای غذایی و 2، تایمینگ. این دوتاست که مهمه. بقیه‌اش دیگه میاد بهش شاخ و برگ میده، بهش دیزاینش میکنه. و این ما اگه رفتارهای غذاییمون رو بشناسیم و اگه اون تایمینگ رو بشناسیم که بعداً طور غذا بخوریم که هورمونامون بالانس باشن، اصلا برای چی ما چاق باشیم؟ اصلا برای چی باید چربی در بدن من زیاد بشه؟ اصلا برای چی من باید از اون شیپی که همیشه آرزوش دارم خارج بشم یا هر چیز دیگه؟ این چی میگم؟ بعد میام مثلا رفتار غذایی مثلا میاد یه عالمه نوع دایت بهش میگه که ماکرو کانتین کنیم، فلان کنیم، مثلا کنیم. اون تایمینگ مثلا میاد فیدینگ و فاستینگ به خودش میگیره، میاد مثلا مدل مختلف به خودش میگیره. و در واقع به طور خلاصه نگاه میکنیم هم دوتاست: توجه رفتارهای غذایی و 2، تایمینگ. اگه این دوتا رعایت بکنیم 50% مشکلات شما حل شده. پس اگر کسی هستین که دچار پرخوری شدی و بلد به شیرینی زیاده، خوابتو بررسی کن. ببین خوابت این سه تا موردی گفتم آیا مشکل داره یا نه. آیا دیر میخوابی؟ آیا مدت زمانی که میخوابی کمه؟ و آیا خواب عمیق تجربه نمی‌کنی؟ یعنی تا میخوابی 2 ساعت بعد بیدار میشی، حالا آپنه خواب داره یا هر مشکلی دیگه. سومین عامل بحث بررسی باکتری های روده است. ببینید راجع به گات باکتریا یا باکتریایی که تو روده ما زندگی میکنن، من 2 تا لایو دارم دیگه، میتونید لایو رو نگاه بکنین. راجع به مباحث قبلم لایو هست، اینا لایو رو نگاه بکنین دیتای بیشتری رو میتونید به دست بیارید. وقتی تراکم و پروفایل باکتری روده ما توی روده ما به هم میریزه، به اصطلاح محورهای روده به مغز، مثلا گات برین اکسیس یا گات برین فتی تیشو، اینا هم به هم میریزه. چه اتفاقی میفته؟ هورمون هایی که یا ترانسمیتر هایی که از گات من میره به سمت مغز من درست ارسال نمیشه، درست بر نمیگرده. اتفاقی میفته ما به مرور زمان اگر گاتمون به هم بریزه، کسی که مشکل گوارش دارن به مرور زمان مود بدی دارن، درگیر یبوست میشن. وقتی که درگیر یبوست میشن مودشون به هم میریزه، خوابشون به هم میریزه، معمولا ولع به شیرینیشون بیشتر میشه، اشتهاشون سینوسی میشه، یا خیلی بی اشتها میشه یا خیلی پرخور میشن. در واقع کنترلشون رو از دست میدن. اما زمانی که وضعیت باکتری رودشون بهتر میشه و سلامتی گوارششون ارتقا پیدا میکنه، کنترلشون روی رفتارهای غذایی بیشتر میشه. بهتر میتونن فاستینگ رو اجرا میکنن، بهتر میتونن اشتهاشون رو کنترل کنن، بهتر میتونن خدمتتون شود که این اشتها و شوگر کریوینگ رو کنترل کنن. 4مین عامل بحث کم آبیه یا همون دهیدراسیون. یک عاملی که ما به سمت خوردن شیرینی زیاد حرکت میکنیم، مخصوصا تو فصل گرما، بحث کم آبیه. کسایی که مصرف آب کمی دارن احتمال اینکه اشتهاشون بیشتر شه یا ولعشون به کربوهیدرات و شیرینیجات بیشتر بشه هست.
پس سعی کنید در طول روز میزان آب کافی دریافت کنید، مثلا بین 6 تا 8 لیوان آب بنوشین که از طریق کم‌آبی دچار مشکل پرخوری عصبی یا پرخوری یا ولع شیرین ایجاد نشید. پنجمین کار اینه که واقعا سرتون رو گرم کنید. یعنی برخی مواقع این که بهتون میگم، شاید مثلا بررسی مثلا هزاران نفر بودا که مثلا مراجعین داشتم میگه که من تا زمانی که مثلا سرگرمم، کار دارم، کار خونه انجام میدم، دارم کارا خودم انجام میدم، اصلا به غذا خوردن فکر نمی‌کنم. فقط کافیه بشینم یه جای یه فیلم ببینم یا 2 ساعت بشینم روی مبل. دیگه انگار همه انرژی‌های دنیا جمع میشه، من میگه که تو باید یه چیزی بخوری. وقتی ما میایم سرگرمیامون رو بیشتر میکنیم، برای مثال هم فعالیت ورزشیمون رو افزایش میدیم، هم فعالیت جسمانیمون رو افزایش میدیم. برای مثلا شما فکر میکنید مثلا 5 بعد از ظهر خیلی ولع شیرینی داری، همون زمان برای خود وقت بذار، برو پیاده روی کن، برو 1 ساعت 1 ساعت و نیم پیاده روی کن. اگه مثلا حیوان خانگی داری، مثلا برو باش پیاده روی کن، یا خود مثلا میتونی نرم‌دوی کنی، میتونی کاری انجام بدی، میتونی خیلی کاری میتونی انجام بدی که اکتیو بشی. این افزایش فعالیت توی اون ساعتی که احساس میکنی داری ولع شیرینی پیدا میکنی خیلی کمکت میکنه. یا مثلا بعضی موقع ها که خیلی ولع شیرینی داری، به جایی که مثلا هی تحریکش کنی من چی بخورم مثلا برو دوش بگیر، برو دوش آب خنک بگیر، همین خودش باعث میشه که شما اون ولع کم بشه. چون ما وقتی ولع شیرینی پیدا میکنیم، این ولع به مرور زمان که 10 برابر نمیشه. مثلا من فرض کنم الان هوس کردم شیرینی بخورم، اگر بهش توجه نکنم 1 ساعت بعد ولع من 2 برابر نمیشه که، مثلا 3 ساعت بعد ولع من 4 برابر نمیشه که. نه، اتفاقا اگه شما بهش بی توجهی کنی، خودو سرگرم کنی، ولع کم میشه. بعد یه حساب میگه که من 1 ساعت پیش هوس شیرینی کرده بودم و الان اصلا بهش تموم شد. 1 ساعت بعدم شام میخوام بخورم و دیگه احساس گرسنگی برطرف میشه و بعدم دیگه 2 ساعت بعد میخوابم. اما اون زمانی که ذهن همش داره میگه برو شیرینی بخور، برو این کارو کن، برو کمدو باز کن، برو در یخچال رو باز کن، بعدم خیلی خوبه که شما محیط خونه رو پاکسازی کنید دیگه. تو خونم چیزی نباشه. اگه مثلا روی میز کارت یا میز خونه پر از شیرینی و خرما و بیسکویت‌های خارجی و شکلات خارجی باشه، خب معلومه دیگه. یه بار میگی این شکلات دوستم از مثلا سوئیس آورده، حیف نخورم، یا مثلا فلان شیرینی مثلا همکارم آورده، اگه نخورم ناراحت میشه. بعد میای خونه میگی بچه‌ها که شیرینی دارن، با اونم باید شیرینی بخورم، میوه‌ام که باید باشون بخورم، این میوه نخورم خانمم ناراحت میشه. یا برعکس، اگر همسرم اومده خونه، اگه باش میوه مثلا شیرین نخورم همسرم ناراحت میشه. خب چه ناراحتیه؟ این چی میگم؟ یعنی ما خیلی از کار اشتباه رو باید عمیقاً بهش فکر کنیم، هممون داریم کار اشتباه انجام میدیم و هممون داریم همدیگه تشویق میکنیم کار اشتباه انجام بدیم. چون من کار اشتباه رو انجام میدم، چرا؟ چون مثلا دوستم تو اون لحظه دوست داره کار اشتباه رو انجام بده، پس من باید باش همراه بشم. یا مثلا رفتم مثلا خونه مادرم، مثلا غذا خوردم، بعدش مثلا شیرینی آورده، مثلا میگه شیرینی رو نخوری، یا مثلا این همه مثلا کربوهیدرات نخوری، من ناراحت میشم. مثلا هر جا رژیم میگیری بگی خونه من نگی، اینجا باید بخوری خوشحال بشی. خب مثلا معیار شیرینی خوردن من یا خوشحالی منه؟ اینکه مثلا من شاید با نخوردن شیرینی خوشحال بشم. منظورم چیه؟ منظورم اینه که یعنی ما توی سبک زندگی خودمون یکم باید خودمون رو ببینیم. به نظر من یعنی ما نباید اینقدر خودمون رو با کنش و واکنش دیگران مقایسه کنیم. برای همین میگم که اصلاح رفتارهای غذایی خیلی مهمه. اینکه ما در چه محیطی رشد میکنیم مهمه. اینکه خانواده ما چه رفتار غذایی دارن مهمه. فرض کنیم 5 نفر توی خونه داریم زندگی میکنیم، اگر 4 نفر این افراد عادت دارن هر شب ساعت 10 شب تا 1 نصف شب فیلم مورد علاقه‌شون ببینن و یه عالمه چیز خوشمزه از بیرون اوردر بدن و روی میزمون پر از چیزهای آن هلتی باشه، من پنجمم بخوای نخوای به سمتشون کشیده میشم. و بالعکس، اگر من آدمی باشم که خیلی ولع شیرینی دارم، خیلی اشتهام زیاده، وقتی میام خونه خستم، 4 نفر دیگه رژیم خیلی سالمی دارن، خیلی اکتیون، خیلی راجع به مسائل مثبت صحبت میکنن، ورزشکارن، غذای سالم دارن، که مثلا رسیدن خونه مثلا که دوستان مثلا میگه الان ساعت گذاشتیم با مثلا با آماده بخوریم، مثلا خیلی مهمه دیگه. این باعث میشه که شما هم به تدریج همرنگ اونها بشی. پس اینکه ما در چه محیطی رشد میکنیم و در چه محیطی زندگی میکنیم فوق العاده مهمه. پس با افزایش فعالیت جسمانی و فعالیت ورزشی ما میتونیم تا حد بسیار زیاد اشتهامون و ولع شیرینیمون رو کنترل کنیم. خب
حالا 2 تا مورد داریم. مورد اول، استفاده از چه مکمل هایی میتونه به ولع شیرینی و پرخوری ما کمک بکنه که بارها راجعش صحبت کردیم. کرومیوم خیلی میتونه کمک بکنه، همون کرومیوم پیکولینات. منیزیم فوق العاده کمک میکنه که شما دچار کمبود منیزیم باشی، میتونه اشتها بیشتر بشه، میتونه پرخوریات بیشتر بشه. زینک، ویتامین دی، امگا 3 و روغن ماهی، اینها مکمل های ویتامین و مینرالی هستن که در واقع میشه گفت مقالات زیادی اونا رو ثابت کردن. حتی خیلی مقالات منتشر شده که گفتن که اینا افکتیو نیستن، ولی خیلی مقالات زیادی هم هست که کمک ثابت شده که اینا میتونن تاثیرگذار باشن. بنا به تجربه خود منم که با مخاطبینم داشتم، مصرف اینا در رژیم‌های غذایی که افرادی که ولع شیرینی دارن و اشتهاشون زیاده واقعا تونسته تاثیرگذار باشه. یعنی اگه می‌خوایم یه جامعه زیادی در نظر بگیریم تاثیرگذار بوده. خب و آخرین مورد، اگر خواستم من چیز شیرینی مصرف بکنم، خب چه کار انجام بدم که حداقل این اسپایک گلوکوز کمتر بشه و بیشتر بهم کمک بشه؟ راهکارش اینه که شما اگر خواستی یه زمانی چیز شیرینی مصرف بکنی، تک قندی رو تنها مصرف نکن. خوردن یک خرما، مثلا بشین 4 تا خرما تنها با چای بخوری، قطعا 2 ساعت بعد شما گرسنه‌ت میشه. اما اگر به اونو با یک ترکیب فت و پروتئین ترکیبش کنیم، برای مثال اگر مثلا بیا کره بادوم زمینی و ارده و شیره خرما مثلا با هم ترکیب کنی، هم طعم شیرینی داره و هم فتش بالاست. این چیکار میکنه؟ کمک میکنه که یک، شاخص گلایسمیکش بیاد پایین، اسپایک گلوکوز کمتری داشته باشه و همون فته باعث میشه که شما دیرتر احساس گرسنگی کنی. یعنی در واقع اون کامباین فوده کمک میکنه شما با ترکیب مواد غذایی بتونی اسپایک گلوکوز کمتر بکنی، احساس سیری رو بیشتر کنی. این نکته کاربردی که میتونی توی میان وعده ها، تو اگه کسی هستی که خیلی میان وعده خور هستی، میتونی با این کار میان وعده ها تو تعدادش کمتر کنی. خب این سوال اول، نیم ساعت شد، امیدوارم بقیه سوالا برسیم. سوال دوم، از چه نوع فستینگی بهتر استفاده کنیم؟ آقا این فستینگ چه ماجرایی شده؟ یعنی اصلا من موندم این همه شبکه خبرگزاری بیکارن که بیان چیکار کنن؟ که بیان یک مقاله رو به جای که بیان تحلیلش کنن، یه مقاله رو بیان منتشر میکنن. یک مقاله رو چرا نمیری 99 تا مقاله دیگر رو منتشر کنی؟ یک مقاله رو بیان منتشر میکنن، دفاع هم نمیکنن، میذارن در میدن. آخه این که تو فضای مجازی تو به یه چیز رو منتشر کنی بعد بگی بای بای ما رفتیم خداحافظ، که فایده نداره. تو بیا دفاع کن ازش، بیا حرف بزن راجبش. ببین چی میگم؟ بعد اتفاقش چیه؟ یک موج عظیمی از اخبار همین جوریش مردم درگیر حجم زیادی از اطلاعات اشتباه و درست و همه چی هستن. این درست و غلطش هیچ کس نمیتونه تایید کنه. مشکل اینجاست دوچار تئوری انتخاب میشیم. یعنی انقدر انتخاب ها زیاد میشه همش به این فکر میکنیم وای آره من قلبم مشکل نخوره، من این کار نکنم، من اون کار نکنم. این چی میگم؟ حالا این همه اصلا آدم تو ماه رمضان همچین خدمت و مقاله رو منتشر کردن، این همه سال آدم‌ها روزه گرفتن. اوکی، حالا الان که با این مایندست که من روزه بگیرم قلبم مشکل میخوره، ببین چه پیام ها و فیدبک های حداقل بر من دایرکت شد که بیا یکی توضیح بده آقا بابا فلان بسار از جرفا. دومی حالت اینه که وقتی یک مقاله منتشر میشه شما باید این مقاله رو کامل مطالعه بکنی، کامل زوایاش رو بخونی، بعد با ذهن تجزیه تحلیلش بکنی، بعد به حرف بزنی. خیلی مهمه. بعدم یه سری آدمی که اینجوری به قضیه نگاه میکنم سری موج سواری دیگه میپرن، سواری موج میشن و دیدی گفتم فاستینگ فلان میشه، دیدی گفتم اینجوری میشه، دیدی گفتم مثلا اگر این کارو کنی. مثلا جدید من یه دونه ویدیو دیدم، طرف نوشت ویدیو منتشر کرده بود که اگر شما صبحونه کربوهیدرات نخوری و فست باشی دیابت میگیری. آخه بچه مبنی به این حرفا رو میزنی که مثلا اگه من صبح فست باشم مثلا 3 ساعت 4 ساعت دیرتر صبحونه‌ام بخورم، چون گلیکوژن کبدم تخلیه میشه که اصلا اتفاق نمیفته، مثلا گلوکوز میده داخل خون، این افزایش گلوکوز در داخل خون میتونه باعث کبد چرب بشه، باعث دیابت بشه. بعد اینکه صبح بیای، بعد اومده به جامعه ایرانی بستش داده. اتفاقا جامعه ایرانی که لایف استایل به نظر من اشتباهی دارن، این لایف استایل ببین مثلا تو یزد شما شهرهای ایران رو بررسی بکن چی بیشتر مصرف میکنن. شما برو مازندران مصرف چی زیاده؟ کربوهیدرات. برو یزد ملت چی دارن میخورن؟ انواع شیرینیجات. برو سمت قم مردم چی دارن میخورن؟ اصلا
تو اکثر استانهای ما سوغاتی هامون شیرینیه، برای همین انواع بیماری های متابولیکی توی اون استانها زیادتره. چه اینها نمی راجعش حرف بزنین؟ چه نمی بگین که مثلا ساکنین اصفهان که دارین هر روز گاز مصرف میکنین، پولکی میخورین، سوها میخورین، آیا میتونسته اینها باعث ایجاد دیابت در شما شده؟ چون نمی راجع به اینا حرف بزنین؟ چون نمیاین یکم حداقل واقعیت‌های درستی که فکت‌ها رو مردم بگیم؟ چرا با یه سری دیتا بازی میکنیم الکی میایم حالا من اسمشو مثلا میذارم موج سواری و برای گرفتن مثلا حالا 10 تا فالوور که اصلا چه ارزشی داره؟ این اصلا کل سوشال میدیا چه ارزشی داره که مثلا بخوایم این همه رو سر کله هم بزنیم و بخوایم 10 تا فالوور بگیریم؟ این چی میگیم؟ بعضی موقع این آدم یک کاش اصلا سوشال میدیا نبود و مردم تلاش میکردن برای به دست آوردن دانش. یعنی میرفتی کتابو پیدا می‌کردی، بابا اینجوری بود دید در 15 سال پیش مثلا کتابی می‌خواستی، یه چیزی می‌خواستی، مقاله می‌خوندی. تمام همه این لایف ها که برگزار میکنم باور کنید چکیده یکی دو روز نیستش. نه از زمان کارشناسی ارشد دکترا این همه کتاب بخون بنویس فلان کن، اینا همش با هم جمع شده. یعنی چیزی نیستش که مثلا بگم تجربیات ورزشی خودم، تجربه کار با بالای 100,000 کلاین، همین رو با هم جمع شده، دیتای شده. تازه هر آن چیزی که دارم میگم و حداقل خودم یه بار انجامش دادم. این که میگم فست اکسرسایز باعث نمیشه عضلات دست بدی، باعث نمیشه پرفورمنس افت کنه، حالا راجعش صحبت میکنیم. حداقل خودم دارم میدونم، خودم دارم وزنه میزنم. حتی همه بدن تمرین من و خیلی از ورزشکارای من صبح. بعد مثلا یکی اومده نقد کرده میگه که نه قبل از تمرین باید کراتین خورده بشه، اگه کراتین نخوری عملکرد ورزشی افت پیدا میکنه. میگم آقا که اصلا تو کراتین نمیشناسی. کراتین یک ساختار اسید آمینه‌ای داره. وقتی شما مصرفش میکنی، اصلا وقتی من کراتین میخورم از دهان که جذب نمیشه، میاد تو معده من، بعد میاد تو روده من، از طریق روده من جذب میشه میاد تو پلاسما، از تو پلاسما میاد تو کبد، بعد ترانس آمیناسون روش اتفاق بیفته، بعد میاد تو عضله ذخیره میشه، بعد در عضله استفاده میشه. این مسیر چقدر زمان میبره؟ 5 ساعت 6 ساعت حداقل. یا مثلا من میام قبل از تمرین 1 ساعت مونده به قبل از تمرین میشه یه صبحانه حجیم میخورم. مگه اون صبحانه قراره انرژی تمرین الان منو بده؟ انرژی تمرین الان من از تغذیه روز قبل من منشأ گرفته. نه اینکه من بشینم مثلا من فقط حس سیری که در تو ایجاد میکنه تو میتونی خدمت در شود که یه حس منتالی خوب داشته باشی، وگرنه انرژی تو از رژیم روز قبل تو منشأ میگیره. مثلا من فردا صبح بعد 6 تا مثلا 7 میرم یه اینتروال میخوام بدم، میخوام 8 تا 400 متر بدم، اینتنسیتی هم بالا، یعنی همش روی زون بی‌هوازی دارم میدوام دیگه. شامم ساعت 6 و نیم 7 خوردم. چی خوردم؟ میکس انواع حبوبات. چون واقعا من روزایی که میخوام خوب بدوم وقتی وعده گیاهی شب قبلش میخورم، خیلی تا تجربه خودم میگم یه فیلینگم بهتره، یعنی خیلی خودم بهتر میتونم بدوم. ساعت کی خوردم؟ 6 و نیم 7 خوردم. الان لایف که تمام میشه 10 تمام میشه دیگه ماکسیمم ساعت 11 میخوابم. صبح بلند میشم یا قهوه میخورم یا قهوه نمیخورم. یعنی 70% مواقع که میدوام خودم قهوه رو نمیخورم، چون اگه خیلی بچسبه بهش، اگه نه زمان داشته باشم مثلا 1 ساعت زودتر بیدار بشم، مثلا قهوه‌مو مرغ ناگیرم میخورم. بعد ناشتا هم میرم میدوام، 1 ساعت هم میدوام. در حد خودم پرفورمنسم به سمت بهبوده. نمیخوام خودم با دونده ماراتون مقایسه کنم، برای خودم دارم میدوام. رو به پیشرفتم. بعدش نیم ساعت بعدش زندگی روزمره‌ام دارم، صبحونه میخورم، کارام میکنم، میرم. تازه بعد از دو میرم یه روی شکمم کار میکنم، یه تمرین مقاومتی انجام میدم. به هیچ عنوان انرژیم افت پیدا نمیکنه. من چی میگم؟ منظورم اینجاست که اگر میام راجع به یک سری مباحث هم 1 ساعت حرف میزنم، هم میام میگم که این جواب داده یا هر چیزی بوده، حداقل خودم شکم ندارم دیگه. آقای که ببخشید نه میخوام ذره آگاهی بره بالا. کسی که مثلا شکمت اینجاست، میری پشت دوربین میشینی فقط یه ویدیو ضبط میکنی که اگر فستین بگیری دیابت میشی، اگر فستین بگیری چربی شکم زیاد میشه. این چی میگه؟ اصلا نه اون ویدیو رو نگاه کرد به نظر من. نه استدلالی آوردی، نه راجع به حرفی که زدی تجزیه تحلیلش کردی. بیا 1 ساعت آقا راجعش صحبت بکن. اصلا این باعث پیشرفت میشه. من بیام 1 ساعت یک چیزو نقد بکنم و نمودار بکشم، بگم اگه اینجوری شد این هورمون رفته اونجا، این هورمون این کار کرده، اینجوری کرده، اینجوری شده، اینجوری شد، پس این میشه ریزالت. بیا راجعش حرف بزنیم. این میشه چیز درست و باعث پیشرفت میشه. اما که من بیام یه ویدیو ضبط بکنم، یه چیز رو یه مقاله رو فقط
یه کتاب باز بکنم، این مقاله رو منتشر بکنم، دوستان خواهشاً یه ذره آگاهیمون افزایش پیدا بکنه، یه ذره عمیق‌تر فکر کن. حداقل دانش رو یا اون اخبار رو دیدیم، به جای که بیان شیپور دستون بگیریم به همه بگیم، بریم یه ذره مطالعه بکنیم راجبش، 4-5 مقاله موازی باهاش هم بخونیم، ببینیم آیا اون 5 تا دیگه هم داره همین حرفو میزنن یا نه. 99 تا مقاله دیگه اومده افکتیو داره حرف میزنه که این به این دلایل به این دلایل به این دلایل به این دلایل میتونه کمک کنه. یه مقاله اومده تازه با یه جامعیت خاص اومده یه چیزی منتشر کرده 1 ماه اصلا یادی چی بگم. خب پس اینکه چه نوع فستینگی بهتر استفاده میکنیم برمیگرده به 4 سوال مهم. اولیش اصلا چرا ما باید فست کنیم؟ اگه لازم ما هممون فست باشیم؟ نه اصلا اینطور نیست. مگه ما اصلا چه ضرورتی داره که ما اصلا درگیر رژیم های غلط بشیم؟ ببین من همیشه گفتم فستینگ تکنیکه. من از فستینگ استفاده میکنم برای دیزاینینگ یک دایت. برای مثال 1 روز فست میدم، فرداش ممکن فستینگ نداشته باشه، 3 روز ممکن فستینگ نداشته باشه، روز 4م داشته باشه. نه که بیام یک الگوی مشخص شده مثلا 16 8 24 یا اومدو بدم. نه اصلا اینکه من بیام یک رژیم خاص فستینگ رو روش حرف بزنم به هیچ عنوان. همیشه هم گفتم که فستینگ یک تکنیکه، شما استفاده میکنی ازش برای یک هدفی. برای مثال من خیلی ریزه خاریام زیاد شده، قطعا فستینگ بهت کمک میکنه، چون یک قانون برات میذاره که در یک بازه زمانی غذا نخوری. همین کمک به ذهنت میکنه که کمتر به سمت خوردن غذا بری. کسی که مشکل کنترل قند خون داره، قندش کاملا سینوسیه، قطعا فستینگ بهش کمک میکنه، چون فستینگ میتونه کمک بکنه انسولین کمتری ترشح بشه. فستینگ میتونه کمک بکنه که حساسیت سلول ها به انسولین بره بالا. قطعا میتونه بهت کمک. اصلا فستینگ اسم نذار براش، غذا نخوردن بهت کمک میکنه. حتما در این حال که ما هر 3 ساعت یک بار یه چیزی رو مصرف کنیم، یعنی غذا بخوریم. نه، غذا نخوردن. اینقدر ما واژه ها رو بعضی موقع بولدش میکنیم، این بولد شدن واژه کار خراب میکنه. اصلا بیام نگیم بهش فستینگ. بازه زمانی غذا خوردن، بازه زمانی غذا نخوردن. ما در یک ساعتی از روز نباید غذا بخوریم و در ساعتی از روز باید در ساعتی غذا نخوریم، در ساعتی غذا بخوریم. به همین سادگی. مگه شما شب بلند میشه غذا میخوری؟ نه، شما در یک باز همین که میخوابی 8 تا 10 ساعت فست دیگه. شما از زمان خوردن شام در نظر بگیر تا فردا صبحش هر روز تو 12 ساعت فستینگ رو رعایت میکنی. حالا شده چون 14 ساعت، نه، چون 14 ساعت فست کردی تو دیگه داری دیابت میگیری. فقط کافی اینا مامانت بشنوه تمام گردنتو میزنن. اگه از فردا فستینگ بگیری دیگه کلا خاندان ما دیابتی میشه. خب پس ما چرا باید فست کنیم؟ باید اول هدفمون رو تارگتمون بذاریم که آیا من به فست نیاز دارم؟ آیا من ورزشکارم که فست نیاز دارم؟ یا نه کسی به فستینگ نیاز ندارم؟ چرا فست کنم؟ همه چی کنترل شده است، میتونم درست وعده غذایی داشته باشم و برم جلو. 2 ما چه تجربه‌ای نسبت به فستینگ داریم؟ یعنی چقدر تا حالا فست رو گرفتیم؟ اصلا به نظر من بزرگترین مشکلی که ما توی زمین فستینگ بهش برمیخوریم اینه که شخصی تا روز قبل روزی 7 وعده غذا داره میخوره، یعنی 3 تا وعده غذای اصلی، اسنک ها میان وعده هم داره، یه عالمه هم اسپایک گلوکوز داره، تا لحظه که میخواد بخواد تو رخت خواب بره با غذا میره تو رخت خواب. حالا چه اتفاق افتاده؟ این آدم درگیر هیجاناته، رفته توی مهمونی دیده که 3 نفر که آدم خوش اندام و فیت هستن نشستن دارن راجع به فستینگ صحبت میکنن. این آدمی که لایف استایل اشتباهی داشته به اون جمع اضافه میشه، باشو حرف میزنه. چیکار کردی؟ مثلا علی لاغر شدی؟ آره دیگه فست گرفتم لاغر شدم. چیکار باید بکنم؟ مثلا فست مثلا 16 8 گرفتم. خب چه جوری؟ مثلا کاری نداره که مثلا شام تو لحظه‌ای که میخوای شام تو بخور، فرداش فست کن تا زمانی که میخوای. که اینم کار اشتباهه دی. من راجع فستینگ چگونه کمک میکنه به سرکادین ریتم و چگونه کمک میکنه سلامتی ما توی چالش قبل از این صحبت کردم، چه نوع فستینگی میتونه اصلا افکتیو باشه. حالا کاری بهش ندارم. بعد اون شخص نگاه میکنه که چه راحته، من از فردا شروع میکنم. اون شخصی که تا دیروز لایف استایل کاملا اشتباهی داشته، یا عالم ریزه خاری داشته، یا عالم غذا میخورده، یا عالم کارب میخورده، چگونه میخواد یا جامپ کنه توی زمانی 16 ساعت فست کنه غذا نخوره؟ اصلا چگونه بدنش این میتونه تحمل کنه؟ در حالی که این باید به تدریج این سازگاری در بدنش ایجاد شه. همین که حذف میان وعده هاشو انجام بده، فقط به 3 وعده غذای اصلی بخوره، خودش یه عالمه کار بزرگه به نظر من. اینکه اصلا بیاد میان وعده هاشو طوری انتخاب بکنه که اسپایک گلوکوز نداشته باشه عالیه.
اگه هدفش کاهش وزنه. الان ما داریم صرفا راجع به کاهش وزن صحبت می‌کنیم. این چی میگم؟ یعنی ما اصلا این استفاده از تکنیک فاستینگ یک باید به تدریج باشه و دو هوشمندانه باشه و سه دیزاینینگ بر اساس تمرین ما، بر اساس عادت‌های غذایی ما، بر اساس تایم خواب ما، بر اساس همه اینا باید باشه. در واقع میگم تکنیک فاستینگ یک ابزاری برای دیزاین کردن دایت ماست. ببین چقدر قشنگه. یعنی من اگر کسایی که از من رژیم گرفتن میدونن من از قدیم، از زمانی که مثلا کارشناسی ارشد بودم برنامه رو کاغذ می‌نوشتم، دیزاین کنم، تایمینگ بذارم. یعنی یک پلتفرم، یک ورقه از پیش تعریف شده که مثلا صبح میتونی هفته غذا بخوری، نهار این صبح ننویسم، بیام دیزاینینگ کنم، بیام فاستینگ و فیدینگ بچینم توش، بیام مثلا با تمرین بازی کنیم، قبل و بعدش چی بخوریم، بر اساس این تایمینگ ها بیایم وعده غذایی بچینیم. در واقع این تایمینگ است که بتونه نظم میده، میتونه جلوی اشتهاتو بگیره، جلوی پرخوریتو بگیره، جلوی وله‌های بی‌مورد رو بگیره، انرژی تو درست به تمرین برسونه. وقتی ما یک پروگرام نداشته باشیم قطعاً یه روز توی تمرینمون انرژی میاد پایین، یه روز تمرین انرژی میره بالا. اما وقتی استفاده که درست کرده باشیم از این ابزارها، هم پرفورمنس رو بیشتر میشه، هم همه چیمون درست میشه. مثلا حتی ما میتونیم هفتگی اینا رو تغییر بدیم. مثلا اینکه ورزشگاه خوب من که در مسابقات خیلی خوب آماده میشیم، ما چیکار داریم میکنیم؟ مثلا هفته اول اومدیم یک رژیم کاملا لوکارب شبیه کیتوژنیک رو ران کردیم. پروتکل تمرینی کمک میکنه به تخلیه ذخایر گلیکوژن. ما تو این هفته اصلا انتظار عضله سازی نداریم. ما تو این هفته داریم مثل کارهایی رو انجام میدهیم که از هفته بعد میخوایم خروجی بگیریم. اون وقت هفته 2 وارد یک سیستم کارب سایکلی میشه، هفته 3 یک سیستم هم برای هر هفتهش این ما تعریف داریم. توی اون هفته دنبال خروجی هستیم که تو هفته قبل دنبال اون یه خروجی دیگه بودیم. شاید توی هفته اول که داریم ما کرب رو آوریم پایین فاستینگ هم بذاریم، اما تو هفته دوم که کاربوهیدرات افزایش میدیم و داریم تعداد وعده ها هم بیشتر میکنیم، اصلا فاستینگ جایی نداره. ما اصلا دنبال فاستینگ نیستیم. تو هفته فاستینگ کار خودش هفته قبل کرد، یعنی کاری که میخواست برای من انجام بده هفته قبل برای من انجام داد. توی هفته من دارم از مزایای فاستینگ هفته قبل استفاده میکنم. ببین چقدر قضیه فرق کرد. حالا من بیام جواب اینو بدیم که آیا فاستینگ مثلا 16-8 باعث سکته مغزی و قلبی میشه. این چی میگه؟ اصلا اینقدر خنده داره که اصلا نمیشه پاسخ بهش داد. خب بحث سوم، هدف اصلی ما در تناسب اندام چی؟ اگه من دنبال کاهش وزنم فاستینگ بهت کمک میکنه، اما اگه دنبال افزایش وزن هستم خب فاستینگ پشت سر هم بهت کمک نمیکنه، چون مجبوری کالری اینتیک رو کم کنی دیگه. پس متناسب با هدف تمرینیت، اگه تو فاز قدرت هستی یا تمرین فوق العاده بی‌حوازی انجام میدی، شاید فاستینگ به ضررت باشه، باید خیلی مدیریت شده مانیتورش بکنی. اما وقتی سویچ میکنی تو فاز مثلا استقامت و اندیورنس و اینا، میتونی از فاستینگ استفاده کنی. پس هر ماه میتونه تغییر کنه، هر هفته میتونه تغییر بکنه، هر سیزن میتونه تغییر بکنه. حتی یه ورزشکار مبتدی میتونه تغییر کنه. اینا قرار نیستش که ما یک چیز ثابتی رو تکرار کنیم، که نه، ما بر اساس یک سری اتفاقات خروجی میگیریم، تجربه کسب میکنیم و اون رو در زندگیمون انجام میدیم به همین سادگی. پس قرار نیستش که انقدر دوگم به قضیه نگاه کنیم. و زمان تمرین و نه مهمه دیگه، اینکه زمانی هم تمرین میکنیم من بر اینکه چه فاستینگی میگیریم مهمه. خب یه رو دیگه وقت داریم. سوال هم بگم، در طول مسیر کاهش وزن چگونه ارادهمون رو افزایش بدیم؟ اینم موضوع خیلی مهمه دوستان راجعش صحبت بکنیم و سعی میکنم هفته دیگه هم لایف داشته باشیم، سوالای بقیه جواب بدیم و بعدش میخوام 3 هفته پشت سر هم راجع به کتوژنیک حرف بزنم. یک بیام سیستم متابولیک کتوژنیک رو توضیح بدم که چرا اصلا که انسان کتون بادی چه کمکی به انسان میکنه، و 2 بیام اینکه چگونه کتوژنیک رو بگیریم راجعش صحبت بکنم، چون ما انواع مختلف رژیم کتوژنیک هم داریم که خیلیش میتونه باعث سلامتی شما بشه، خیلی هم میتونه به ضرر سلامتی شما باشه. اینا رو بشناسین. و لایو هفته سوم مختص ورزشکار است. اینکه ورزشکاران چگونه از رژیم کتوژنیک استفاده کنن، از کیا باید استفاده کنن، آیا نیاز ما اصلا از رژیم کتوژنیک استفاده کنیم یا غیر. بعد از لایو پرسش پاسخ بعدی چون تمام نشد اون لایو رو شروع می‌کنیم ان شاء الله. خب ببین، تو مسیر کاهش وزن ما یه سری انسان هستیم، از خودم شروع کنم.
که فوق‌العاده درگیر هیجان هستیم و انسان مدرن امروزی متاسفانه خیلی بیشتر درگیر هیجاناته. اگر یک خبر بد بشنویم خیلی سریع تغییر میکنیم، همه هورمون به هم میریزه. یک خبر خوبم بشنویم باز دوباره همیشه خیلی سریع ریاکت نشون میدیم. اصلا بازم یکی دقیقه این کتاب خواستم معرفی کنم بهتون، اینو خیلی کمکتون میکنه، خیلی کمک. چون اگر شما سردرگمیاتون رو کم بکنید، هیجانات زندگیتون بیارین پایین، انتخاباتون هوشمندانه تر میشه. حالا چرا میگم انتخابمون هیجانیه؟ چون وقتی ما تصمیم میخوایم بگیریم وزن کم کنیم، خیلی هیجانی و سریع این کار رو انجام بدیم. و چون تو ماه‌های اول شما هر رژیم غذایی رو که بگیری ماه اول تغییر وزن داریم، اصلا نیاز به رژیم نداری که. شما مثلا یه ذره حجم غذا رو کم کنی وزن کم می‌کنی دیگه. اصلا یه خود کالری هم کم کنی، اصلا هر کار، هر رژیم، کالری کانتین کن، کالری شماری کن، فاستینگ کن، کیتو باش، لو کارب باش، مدیترانه بگیر، هر رژیمی که بگیری ماه اول نتیجه میگیری. اصلا غیر ممکن نتیجه نگیری، ماه دوم میگیری. اوکی. ولی چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی که یک رژیم غذایی رو میگیریم یا هیجانی وارد یک مسیر میشیم، دستاوردی که هم اول به دست میاریم کسب مثلا یه 5 کیلو کاهش وزن، 6 کیلو کاهش وزن، ما رو خیلی بیش از اندازه خوشحال میکنه. و وقتی که با واقعیت تناسب اندام روبرو میشیم، ما رو ناراحت میکنه. خیلی ساده گفتم. یعنی کاهش وزن اولیه خب ماش حساب میزنم، من که ماه اول 4 تا کم کردم، ماه دوم 4 تا، ماه سوم 3 تا، ماه چهارم 3 تا، این سال 30 تا. پس من تو یک سال میتونم 340 کیلو کم کنم. توی کاغذ این درسته، شاید در عملم درست اتفاق بیفته، اما ممکنه برای بیشتر انسان‌ها این اتفاق نیفته. چون وقتی ما وزن کم میکنیم، مثلا من فرض کنیم 6 7 کیلو کم کردم، وقتی که میرسم به ست پوینتم که اون ست پوینت متابولیکی که راجعش صحبت کردم، که ست پوینت ها یه سری نقاطی تنظیمی هستن که توسط هورمون ها ست میشن. برای مثال وقتی من یک 80 کیلو بودم، وقتی که مثلا میشم مثلا یهو 120 کیلو، وقتی که وزن کم میکنم میام پایین به ست پوینت مرزی میرسم، یا همه چی استاپ میشه. و جالب اینجاست وقتی ولش میکنم سریع میام به اون 120 میرسم. حالا یه سری باز فرضی دیگه هم هست، مثلا سلول‌های چربی مثل S5 عمل میکنن، یا اون فت اوورشوت اتفاق میفته. یه سری کالریای هایچوله داریم که اونا چه اتفاقی براشون میفته وقتی میشماریمشون. همه اینا هست که هنوز علم خیلی بهش پاسخ نداده. پس وقتی ما هیجانی تصمیم میگیریم، سریعتر تسلیم میشیم و سریعتر گیواب میکنیم. حالا این هیجان از کجا میاد؟ از دوستانمون میاد که مثلا دوستانی که رژیم گرفتن ناموفق بودن و ما این تحت تاثیر قرار گرفتیم و ما رژیم میگیریم. متاسفانه دوستام رفتن آمپول زدن، شورت تایم نتیجه گرفتن، اصلا کاری به ساید افکت بعدش ندارم. من 2 تا پشبندشو میدوام و میرم آمپول میزنم. اصلا نمیدونم راجع بخونم آیا مثلا میخوام اونجا رو بزنم، برای من خوبه، برای من بده. بیزینس هم که مشاهده همه درگیر بیزینسن دیگه، به راحتی هم میتونی پیداش کنی و بزنی و حالا شورت تایم کاهش وزن داشته باشه، بعد دیگه ساید افکتش دست خود که اصلا نمیخوام راجعش صحبت بکنم چون همش حاشیه سازه. 3 میام چیکار میکنیم؟ میام اخبار دنبال میکنیم. مثلا همین اخبارایی که در فضای مجازی منتشر میشه که مثلا اگه این کارو کنی این اتفاق باید بیفته، اگه این کارو کنی اتفاق باید بیفته. مثلا 2 ماه از یک رژیم پیروی کردی، یه عالمه دستاورد خوب نصیبت شده، فقط کافیه خبر و ضد اون ببینی، تمام. یعنی دیگه نه ادامه میدی، نه میگی وای نکنه اشتباه رفتم، نکنه اینجوری بشه، نکنه فلان بشه، نکنه مثلا من قلبم مشکل خورده. حالا تو دیروز یه پاکت سیگار میکشیدی و مشروب الکل میخوردی و پیتزا میخوردی، هیچکس راجع به اینا حرف نزد که باعث بیماری قلبی عروقیت میشه. حالا که اومدی 14 سال 16 سال غذا نخوردی، 95% مشکل قلبی پیدا میکنن. اصلا جوکه دیگه. بعد خلاصه ما دچار این هیجانات میشیم و چون نمیتونیم هیجاناتون رو کنترل بکنیم، سریع میریم توش، یه خروجی میگیریم. ماه دوم چون خروج کم رنگ میشه میذاریمش کنار، برمیگردیم به هم آدم قبلی با هم لایف استایل قبلی، اتفاقی میفته دوباره چاق میشیم به همین سادگی. ولی یه سری کارهای ساده وجود داره که توی 7 دقیقه بگم که اگه ما انجامشون بدیم، مطمئن باشید خروجیش
یک بدن فیت برای شماست. اصلا غیر از این اصلا غیر ممکنه. شاید دیرتر بهش برسی، شاید یه ذره زمان، اینجوری بگم، شاید یه خود زمان بر باشه مسیرش، همون جوری که مسیر موفقیت زمان بره. مگه تو میتونی توی 2-3 ماه انگلیسی درست صحبت کنی؟ میتونی 2-3 ماه یه دکتر بشی، توی 2-3 ماه یه بیزنسمن موفق بشی، توی 2-3 ماه، حالا تو ایران شاید تو 2-3 ماه بتونی پولدار بشی، ولی اگه بخوایم درست و قانونی و درست نگاه کنیم به قضیهش، تو 2-3 ماه کسی پولدار نمیشه. ببین چی میگم؟ یعنی همه اینها زمان بره، یعنی مسیر دامینو. یعنی تو باید تیک اول رو بزنی، تیک دوم بیاد، تیک سوم، چهارم، پنجم، ششم، اینا پشت سر هم باید بزنی تا موفق آخریه برسه، نصیبت بشه. نمیتونی از روز پله اول جامپ کنی پله دهم. اصلا غیر ممکنه. با استثناءات کار ندارم، ولی کلا 95%، بیش از 95% استثناءاته، یعنی غیر ممکنه. و هر کتابی هم در این زمینه بخونی که راجع موفقیت‌های ابعاد مختلف صحبت کرده، همین داره میگه. پس ببین چی کار میکنیم. اولین کار یاد میگیریم که از مسیرمون لذت ببریم، از مسیر ورزش کردنمون، از مسیر رژیم غذاییمون. من دارم رژیم غذایی میگیرم، دارم رو رفتارهای غذاییم کار میکنم که سالمتر زندگی کنم. همین سلامت من سالمندی منو تضمین میکنه، کمتر درگیر بیماری مریضی میشم، حالم بهتره، انرژی بیشتره، خوابم بهتر میشه. اصلا راجع کاهش وزن حرف نزدم من. ما رژیم گرفتیم حالمون بهتر بشه، انرژیمون بهتر بشه، آدم بهتری بشیم، لباسمون بهتری بتونیم بخریم، دیگه براتون بگم خوابمون بهتر میشه. چه دستاورده تو سن 40 سالگی نمیگیم دیابت گرفتیم، کنسر گرفتیم، حالا عوامل دیگه هم تاثیرگذاره، ولی خب بالاخره میتونه براتون مفید باشه، میتونه موثر باشه و قطعا میتونه در راستا باهاش توی کاهش وزنتون کمک بکنه. 2، پس از مسیر لذت میبریم، اصلا کاری به خروجی نداریم. اصلا فرض کنید هیچ خروجی نصیب ما نخواهد شد. ما رژیم سالمو میگیریم، منظم ورزش میکنیم و برای خودمون داریم کار انجام میدیم، برای دل خودمون، برای تک تک سل‌های بدنمون، برای تک تک سل‌های بدنمون صبح میشیم میریم میدویم، برای خودمون داریم وقت میذاریم میریم باشگاه، برای خودمون وقت میذاریم، بهش احترام میذاریم. این همه بعد همپاد اومده، پس درست بخوابه که درست ریکاوری بشه. غذای خوب بهش میدم که قدردانش باشم. این چند نگاه ها متفاوته. دائم فست فود نمیخورم که اذیت بشه، بخوام کار کبدم زیاد بشه. نه، غذای سالم بهش میدم که کبدم استراحت بکنه، بتونه توی این مسیری که من دارم طی میکنم، حالا مسیر هر چیزی که هست، بتونه همپای من بیاد دیگه. پس من برای همین به رفتار غذای درست نیاز دارم. دومین کار اینه که فاز به فاز جلو میرم. یعنی اگه من قراره من 20 کیلو کاهش وزن داشته باشم، نمیام میگم که من کی 20 کیلو رو کم میکنم. این بزرگترین اشتباهه. در حالی که باید بیام مثلا بیام توی 3 فاز 4 فاز طراحیش بکنم. فاز اول میگه اوکی بیا 10 کیلو کاهش وزن اولی رو با هم بریم، مثلا تو 3 ماه 4 ماه، اصلا زمان براش نمیذاریم. وقتی که بهش رسیدیم میگیم آفرین، الان قراره که تو اولین خونه رو چراغ روشن کردی، دیگه فورس رو تو نیست، حتی میتونیم یه مدت روش بمونیم، عالیه، میتونی ورزش رو عوض بکنیم، میتونی یه هفته استراحت بکنی، میتونی هر کاری دوست داری انجام بدی. اصلا دیگه به کاهش وزن فکر نکن، برو 2 ماه زندگی روزمره تو داشته باش، ولی طبق اصولی که یاد گرفتی و باش خوب بودی که وضع برنگرده دیگه، توی سری نکات یاد گرفتی که اون انجام میدی. بعدش مطمئن باش دوباره در شیب کاهش وزن قرار میگیری و وارد فاز سوم میشی و دوباره فاز چهارم میشی. چون کاهش وزن ما دوستان سینوسیه، به این شکل ما کاهش وزن رو تجربه میکنیم. زمانی که میایم پایین خوشحالیم و زمانی که فقط کافئین بیاد بالا وای بیچاره میشیم. حالا ممکنه خیلی عوامل تاثیرگذار باشن، فقط کافی 1 کیلو وزنش بره بالا، زمین و زمان رو به هم میریزه، هر روز میره رو ترازو، همه رو میره چک میکنه، درگیر استرس فلان بیسار، مربیان خوب نیست، باشگاه خوب نیست، دیدی گفتم فلان بعد، دیدی گفتم این کار نمیکنه، دیدی گفتم این جواب نمیده. در حالی که اصلا این مسیر درست بدنته که سینوسی داری حرکت میکنی، تو اون زمان بدن داره خودش رو آماده میکنه برای یک مسیر متابولیکی جدید. اصلا شاید درست وزن کم نمیکنی، ولی داری سایز کم میکنی، داری چربی کم میکنی، داری عضله میسازی، داری کلی سطح انرژی افزایش پیدا میکنه. بعد جالب اینجاست همه اینا رو میبینی، یا میبینی انرژی بیشتر شده، میبینی اشتهات کنترل شده، میبینی خوابت بهتر شده، میبینی داری سایز کم میکنی. فقط کافی بادی کامپوزیشن یه اطلاعات اشتباهی به تو بده، بگیم آقا چربیت زیاد شده، عضله کم شده. هیچ، همه اینها رو فراموش میکنی، چیزی که واقعیته. میگی پس چرا وزن من کم نشد؟ من می‌خواستم وزن کم بشه. خروجی تناسب اندام تو در نهایت بدن توئه.
نه عدد ترازو. یعنی شما یه ترازو دستت نمیگی به لب ساحل بگی که مردم بیاین این ترازو من روش قرار وای میستم ببینید عددش چنده پس من فیتم. اینجوری نیست دیگه. شما راه بری معلوم میشه که بدنت فیته یا نه، یا وزن داری، کاهش وزن داری، هر چیز دیگه. یعنی در واقع این قرار باشه فیدبک تو از اطرافیان بگیری که کار اشتباهیه، تو در واقع با اون تناسب بدنت میتونی این فیدبک رو بگیری، نه با عدد ترازو. پس وقتی داری سایز کم میکنی، داری شکل بدنت بهتر میشه، داری سلولیتات کمتر میشه، داری انرژیت بیشتر میشه، تو ورزشت مربی راضی ازت، وقتی داری اتفاق بعد میفته، پس لطفاً تسلیم نشو، ادامه بده. و کاهش وزنم همراستا باش میاد، یعنی کاهش وزن اتفاق میفته، نگرانش نباش. سومین کار در چهارمین کار اینه که اهداف ورزشی تعریف کنیم. یعنی خیلی خوبه که ما بیایم مثلا بگیم که 6 ماه تازه دورو شروع کردم، مثلا 6 ماه دیگه یه مسابقه 10 کیلومتر مثلا من برای مثال فلان شهر برگزار شده، دوستان خودم محک بزنم. یا مثلا تنیس تازه شروع کردم، مثلا 6 ماه دیگه یه مسابقه در رده سنی من برگزار میشه، هر رده سنی من میخوام شرکت بکنم. تازه آموزش جسمانی شروع کردم، مثلا این سال دیگه یه مسابقه آموزش جسمانی برگزار میشه و دوستان خودم محک بذارم. این گذاشتن این چالش های ورزشی به شما خیلی کمک میکنه که در مسیر بمونی، چون که قراره که 6 ماه دیگه یک آدم جدیدی باشی با یک پرفورمنس جدید. بعد که رسیدی به اون نقطه، قطعا برای سال دیگر میتونی یک چالش جدیدتری رو بذاری. این باعث پیشرفت و تکاملتون میشه. یاد میگیری که تسلیم نشی، یاد میگیری که وقتی به یک هدفی میرسی در همون راستا اهداف دیگه هم میتونی تاچ بکنی. اینا خیلی نکات مهمیه. مثلا یکی از دلایلی که من خودم به شخص دویدن رو دوست دارم اینه که تو در چالش قرار میگیری. اینکه همون صبح بلند میشی میری از خوابت میزنی، 5 بلند میشی مثلا میری 6 میدوی، بعد مثلا رکورد قدیم تو مثلا میزنی، بهتر میدوی، مثلا میگی خب من خوبه مثلا تو سن مثلا تو این سنم تونستم مثلا از همه سال عمرم بهتر باشم، پس چقدر خوبه. پس توی ابعاد دیگه زندگی من میتونم موفق تر بشم. وقتی مثلا میای مثلا 20 کیلومتر میدوی، مثلا وقتی 15 میرسی مثلا میخوای گیو اپ کنی، میگی 5 تا دیگه مونده من 20 کیلومتر رو بزنم، وقتی 20 کیلومتر رو میزنی میگی ای من تونستم انجامش بدم. این چی میگم؟ این خیلی نکته مهمیه. پس گذاشتن این چالش ها و این چالش ها به شما کمک میکنه که بتونی حداقل رژیمت رو رعایت بکنی، چون باید سر وزن باشی. مثلا برای 6 ماه دیگه مسابقه داری لازم باشه که 10 کیلو کم بکنی. همین شما رو انگیزت رو بیشتر میکنه که بتونی رژیمت رو رعایت بکنی، منظم‌تر ورزش کنی، منظم‌تر بخوابی و بتونی رو مسیر بمونی. کار بعدی اینه که شرایط زندگی و اجتماعی رو تغییر بدیم که راجعش صحبت کردم. اگر واقعا کسی هستیم که همش درگیر نوسانات وزن هستیم، یه بار ببینیم که اطرافیانمون چگونه دارن زندگی میکنن. آیا اونها هم سالم زندگی میکنن یا نه اونها همش درگیر خیلی هستن خیلی دنبال کاهش وزن نیستن در واقع. یعنی طرف مثلا 20 کیلو اضافه وزن داره، خیلی همش مهم نیست. یعنی مثلا میگه من که دارم لذت میبرم، فست فود دارم میخورم. هر کس هر چی دور زندگی میکنه قرار نیست همه شبیه هم باشن که من با پیزا لذت میبرم میگه چه عمر میکنم. مایندستش طرف اینه، دمش گرم، اینو زندگیشه. ولی شمایی که مثلا میخوای تارگت های سالم بر خود بذاری، قطعا در کناری آدم ممکنه چالش بخوری. یا باید بگی آقا هر کدوم زندگی خودمون داریم، یا اینکه باید بالاخره هدف بینشون بگیرین دیگه. یه خودمون روزای زوج حرف شما باشه، روزای فرق ایشون، که بتونی حداقل کنترلش کنی. وگرنه یه هفته رژیم میگیری درست، هفته دوم نمیتونی رعایتش بکنی، بخوای نخوای نمیتونی، و دوباره برمیگردی به هم آدمی که شب دیر میخوابه، جانک فود میخوره و غیره. خب 1 ساعت شد، چون حجم لایوم زیاد میشه دیگه خیلی بورینگ میشه. خب من به 3 تا سوال پاسخ دادم. البته پاسخ به 3 تا سوال خودش لایو شد دیگه، یعنی راجع به همش مفصل کم صحبت بکنم و هفته دیگه راجع به 3 تا سوال دیگه صحبت میکنم و بعدش میریم روی هم راجع به کیتوژنیک بعد لایوهای سریال بذاریم، هم راجع به رژیم گیاهخواری، راجع به همه‌اش اطلاعات درست بذاریم. کسایی که میخوان از این رژیم استفاده بکنن حداقل آگاهی نسبیشون افزایش پیدا میکنه. خب دوستان لایف سیو میشه. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون بودم. برای همتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شبتون بخیر.